این رسما بدترین دیت اولیه که در تاریخ اتفاق افتاده. ماجرا از این قراره که پسری به نام لیام اسمیت از طریق برنامه دوستیابی تیندر با یه دختر آشنا میشه و با هم میرن سر قرار. اما چون قرارشون طولانی میشه با هم تصمیم میگیرن یه پیتزا بگیرن و ادامه دیت رو در منزل دانشجویی لیام مشغول دیدن یه مستند بشن. اما وسط دیدن مستند این دختر میره دستشویی و یه کابوس اتفاق افتاد. دختر داخل دستشویی کارشو انجام داد و بعد متوجه شد سیفون خانه لیام خرابه. برای همین تصمیم گرفت مدفوعش رو برداره و داخل دستمال توالت بپیچه و اون رو داخل سطل زباله بندازه. اما از اونجایی که بوی خیلی شدیدی میداد و احتمال اینکه این قضیه بعداً مشخص بشه زیاد بود، از تصمیم منصرف شد و طی یک حرکت خلاقانه تصمیم گرفت مدفوعش رو از پنجره دستشویی به بیرون پرتاب کنه. اما غافل از این که این پنجره مستقیما به حیاط باز نمی‌شده و بین دو شیشه دو جداره یک فضای باریک حدود 45 سانتی متری بوده و بسته مزبور همونجا گیر میکنه. این دختر هم که ظاهراً یه ژیمناست آماتور بوده تصمیم میگیره خودش از بالا وارد شکاف پنجره بشه و مدفوعش رو برداره. اما متاسفانه محاسباتش چندان خوب نبود و خودش بین دو شیشه گیر میکنه و دیگه بیرون نمیاد. همین باعث شد پای آتش نشانی به دیت اول باز بشه و پنجره رو بشکنن و بعد از حدود 15 دقیقه که دختر سر و ته گیر کرده بود ماموران اون و پیپیشو با هم نجات دادن. بعد از این آبروریزی چون پنجره دستشویی لیام شکست، لیام یک صفحه گوفاندمی برای تعویض پنجره ساخت و هدف اولیش فقط 300 پوند بود. اما ماجرای خنده‌دار اونا در رسانه‌ها وایرال شد و کمتر از 24 ساعت بیش از 1500 پوند پول جمع شد. اما سوال اینجاست آیا بعد از این فاجعه اونا بازم با هم در ارتباط بودن؟ باید بگم بله. لیام گفته بود بعد اون روز دوباره با هم سر قرار رفتن و اون دختر خیلی خوبیه. درباره آینده رابطه مطمئن نبود اما بعدش نمیومد دوباره اون رو ببینه.